و برمیگردیم به دکتر صاحب نازیلا بیاد که امرای ما در استودیو نیستن، از طریق نت با ما وصل هستن. ترکیب و خصوصیات این پودرها چی هست و طرز درست استفادهش چگونه استفاده میشن؟ ببینین این مکمل ها دو قسم است، یکی برای مادرها هست که داده میشه و یکی برای اطفال نازنین هست. و ترکیبی که برای مادرهای عزیز داده میشه که به صورت یا کپسول است یا تابلت است که روزانه یک بار باید در 24 ساعت باید یک بار استفاده کنن کپسول را، که به خاطر از کمخونی ها یا ویتامین هایی که یک مادر کم هست میتونه استفاده کنن. و همچنین برای طفل های عزیز هست که به صورت پودر هست که امروی غذاهایش مخلوط میشه، میکس میشه، داده میشه و این غذاهایش باید نیمه جامد باشه، مثل شوروا باشه، سوپ باشه، ترکاری باب باشه یا که شله باشه. این چیزها رو باید یعنی میکس کنن و برشان بتن. خوب است. و یک چیزی که ناگفتن همونه، این را باید در آب سرد یا چای نباید انداخته شود، یعنی باید غذا 100% نیمه جامد باشه و حرارت امو غذا یعنی اقدر داغ نباشه که کیفیت این پودر از بین میبره، یعنی امو حرارت یک غذا باید متعادل باشه. به این معنی که غذا پخته شده باشه بعدش بازی پودرها درش علاوه بله شود؟ بله، غذا پخته میشه، بعد از او علاوه میشه، کمی که سرد شد باز امرش مکس میشه و به طفل داده میشه. درست.